عزیزان من، خداوند عزوجل راه رسیدن به خودشو خیلی آسان قرار داده. اگه مشکل بود که نمیشد. منی که نمیتونم 100 کیلو بلند بکنم، چطوری خداوند من میگه تو 500 کیلو بلند بکن؟ اصلا معقول نیست. تو اینو بدون که اگر تو نمیتونستی نماز بخونی، به تو نمیگفت نماز بخونی. اگر زن مسلمان نمیتونست گرمش میشد که حجابش رو رعایت بکنه، لباس بلند و کلفت و چادر و مقنعه بپوشه، بهش نمیگفت حجابش رعایت بکنه. اگر زن نمیتونست حامله بشه و 9 ماه و 9 روز جنین رو در شکمش قرار بده، بهش نمیگفت حامله بشه. هر چیزی و هر مسئولیتی و هر واجبی که بر بندگانش واجب کرده، اول نگاه ظرفیتش کرده و توانش قد گفته ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. چی میگی؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. محققاً که ما قرآن و مسلماً که ما قرآن و راه و دستور و نظامی که اگر تو انجام دادی به ما میرسی که همون قرآنه، برای ذکر تو، ذکر تنها ذکر قولی نیست، آسان قرار دادیم، میسر کردیم. آیا کسی هست که ذکر بکنه؟ هل من مدکر؟ پس احکام اسلام در خور توان توست، همگام فطرت و منطق و عقل سلیم توست، هیچ تناقضی با درون انسان نداره. این معصیتی که با درون تو، با منطق تو، با فکر تو، با مزاج تو، با روح و روان تو، با سرشت پاک تو و عقل سلیم و منطق سلیم نمیخونه. هیچ کسی از بندگی خدا مضطرب نشد. هیچ کسی از عبادت و طاعت خدا و پاکی و طهارت و نظافت و نقا اعصابش خورد نشده، داغمون نشده. و هیچ احدی با معصیت انس نگرفته، آرامش نگرفته، قرار نگرفته، مطمئن نشده، چون که خلافشه، خلاف فطرت و درونشه. مثل که انسان با خودش داره میجنگه.